اضافه میکنم. سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه مرغ ناردونی خوشمزه از غذاهای شمالی براتون درست بکنم که این مرغمون هر تعدادی که حالا هستین میتونید به همون تعداد مرغ استفاده بکنید. من برای 4 نفر میخوام درست کنم، از 4 تا تیکه مرغ استفاده میکنم. بعد به 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی احتیاج داریم، 3 تا 4 قاشق غذاخوری رب انار، یه دونه هم انار دون شده متوسط نیاز داریم، سیرم 3 حبه که من از قبل خوردش کردم. بعد به 1.5 لیوانم آب انار احتیاج داریم و 1 عدد پیاز. ادویه‌هاش هم شامل نمک و زردچوبه و فلفل است که اونم به مقداری که نیازه ازش استفاده میکنیم. بریم که دستورش رو با هم دیگه ببینیم. خب داخل یه ظرف بزرگتر تیکه های مرغمون رو قرار میدیم. بعد روی مرغا رو با زردچوبه و نمک و فلفل ما روی مرغا زردچوبه و نمک و فلفل رو میزنیم. بعد به این صورت ماساژ میدیم تا مرغامون مزه‌دار بشه. بعد میذاریم کنار این مرغو که یه مقدار طعم این ادویه ها به خورد مرغمون بره. میذارم کنار تا یکم مزه‌دار بشه. بعد میبریم که سرخشون کنیم. خب حالا مرغایی که مزه‌دار کردیم و سرخشون میکنیم. تا مرغامون سرخ میشه من یه دونه هم پیاز داشتم که قشنگ ریز خوردش میکنم. سه حبه هم سیر نیاز داشت که الان اضافه میکنم. یه مقدار که سرخ شد بهش رب گوجرم اضافه میکنم که 2 قاشق غذاخوری بود. کامل که تفت خورد بهش باز یه مقدار دیگه زردچوبه، فلفل قرمز حالا یا سیاه هر کدوم که داشتین میتونید استفاده. نمکم که دیگه دست خودتونه، باید اندازه‌شو حالا مزه کنید ببینید چقدر نیازه بهش نمک اضافه میکنید. خب ادویه هامون هم که بهش اضافه کردیم یه مقدار تق بخوره. بعد رب انار که 3 قاشق غذاخوری داشتیم تا 4 تا قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنیم. یک و نیم لیوانم آب انار داریم که اونم بهش اضافه میکنیم. تقریبا میذاریم که سسمون جوش بیاد. بعد مرغا رو بهش اضافه میکنیم
میذاریم بپزه تا مرغمون جا بیفته و سسمون غلیظ بشه. سس که آماده کردیم و ریختیم روی مرغا. حالا میذاریم تا کامل بپزه و جا بیفته. تو این مرحله خورشتمون جا افتاده. یه دونه اناری رو که دون کرده بودم و اضافه میکنم. بعد از اون دیگه زیر شعله رو خاموش میکنم. دوست داشتین یه مقدارم بهش میتونین زعفرون اضافه کنین. دوستای عزیز، مرغ ناردونیمون آماده شد. طعم بی‌نظیری داره. این غذا مناسب شب یلدا هستش. درست کنید و در کنار خانواده نوش جان بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید، زنگوله پیجم بزنید و اگه نظر و پیشنهادی هم دارید برای من حتما کامنت بذارید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.